Everyone, I hope you are doing well. Welcome back to another English lesson with me. I'm Marzi Ismaili and today I will teach possessive adjective. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مرزی اسماعیلی هستم و تو این ویدیو قراره که صفات ملکی رو بهتون آموزش بدم. حالا اصلا صفات ملکی چیا هستن؟ صفات ملکی صفاتی هستن که با اون مالکیت رو نشون بدیم، یعنی میخوایم نشون بدیم که چیزی مال چه کسی است. خب حالا کلماتی که قراره امروز یاد بگیریم چی هست؟ my, your, his, her, its, our و their. خب با اینها ما میتونیم مالکیت ها رو نشون بدیم. حالا بریم با تصویرها شروع کنیم. خب پسرها رو نگاه کنین که یه کتاب دستشه. خب this is my book. This is my book. این هست کتاب من. My در واقع مالکیت رو نشون میده برای خود من، برای ضمیر I. پس برای ضمیر I وقتی بخوایم مالکیت صفات ملکی استفاده کنیم از my استفاده میکنیم. این هست کتاب من. This is my book. This is my book. Is this your apple? Is this your apple? این هست سیب تو. Your apple. پس برای ضمیر you از صفات ملکیه your استفاده میکنیم. Is this your apple? تصویر بعدی. This is his ball. This is his ball. این هست توپ اون پسره. His ball. This is his ball. پس برای پسرها از his استفاده میکنیم. یعنی در واقع برای سابجکت he از صفات ملکیه his استفاده میکنیم. This is his ball. تصویر بعدی رو ببینین. This is her teddy bear. This is her teddy bear. این هست عروسک خرسی اون دختره. پس برای خانوم ها یا دخترها از صفات ملکیه her استفاده میکنیم. This is her teddy bear. تصویر بعد. خب we use it for animals. ما از it برای حیوانات استفاده میکنیم به این صورت. The dog likes its bone. سگ دوست داره استخونشو. its bone. استخونش. خب بعدی. This is our house. This is our house. این هست خانه ما. Our house. پس برای سابجکت هی صفت ملکی مناسبش میشه our. این هست خانه ما، یعنی خانه مال ما هست. This is their school bus. This is their school bus. پس برای they از their استفاده میکنیم. This is their school bus. خب let's remember. بیایم که مرور کنیم یا به یاد بیاریم. پس برای هر سابجکتی ما پوزیتیو ادجکتیو مناسب خودشو داریم. برای هر فاعلی ما صفات ملکیه مناسبشو داریم. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. خب یه نکته مهم دیگه ای که باید بگم بهتون اینه که حواستون باشه که صفات بعد از صفات ملکی همیشه یه اسم میاد. ببینین our house. house اسمه. their school bus. اتوبوس مدرسه آنها. پس بعد از صفت ملکی their یه اسم اومده و بعدی اینجام همینطور. بعد از ایت بون اومده که یعنی استخوان. اون یه اسمه. اینجا رو نگاه کنین. بعد از صفات ملکی اسم اومده. تدی بر و بال. اگر قسمت بالا هم نگاه کنیم بعد از صفت‌های ملکی مای و یور اسمای بوک و اپل اومده. پس این یه نکته است. خب بریم اون سوالا رو حل کنیم. I have a ball. I have a ball. من یه توپ دارم. It's my ball.
It's my ball. این هست توپ من. It's my ball. پس چون که اینجا از آی استفاده شده، صفت سابجکتش آی هست، پس ما اینجا صفت ملکی مای استفاده میکنیم. She has a doll. اون یه عروسک داره. She. خب اینجا دقت کنیم چون she هست، پس اینجا نیاز به چی داریم؟ her. It's her doll. It's her doll. He has a cat. اون داره یه گربه. خب برای he it's، پس باید برای he چی استفاده کنیم؟ his. It's his cat. اون هست گربه اون پسره. We have a car. ما یه ماشین داریم. It's our car. این هست ماشین ما. پس صفات ملکی در واقع ترجمهش به فارسی میشه که مال من، مال او، مال آنها، مال ما، مال اون حیوان. پس همش مالکیت رو میخواد نشون بده. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر دوست داشتیم که این ویدیو رو لایک کنین و کانال رو دنبال کنین. من مرضیه اسماعیلی هستم و توی کانالم ویدیو آموزشی زبان انگلیسی قرار میدم. خیلی خوشحال میشم که ویدیو بعدی هم تماشا کنین. خدا نگهدار.